سلام به تک تک دلهای مهربونی که الان این ویدیو رو میبینن. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و لبخند مهمون همیشگی لبهاتون باشه. میدونم که خیلیاتون میاین داستانو گوش میدین، لبخند میزنین، ناراحت میشین، شاید یه لحظه برید تو فکر و این برای من با ارزشه. ولی خب یه چیزی بگم بین خودمون، اگه بدونم واقعا شنیده میشم، اگه یه لایک کوچولو یا یه کامنت ساده بذارید دلم گرم میشه به ادامه دادن. حمایت شما مثل چراغیه که مسیر قصه هامو روشن میکنه. پس اگه دوست داشتید یادتون نره روشنش نگه دارید. حالا که دلامون با هم صاف شد، بیایم بریم سراغ یه داستان قشنگ دیگه. سلام، من رونق هستم. میخوام داستانی براتون تعریف کنم که شاید از واقعیت به نظر شما خیلی دور به نظر برسه، ولی خب چیزی که دارم مینویسم حقیقته. من روانپزشکم. تو این چند سالی که کار کردم اصلا با همچین چیزی برخورد نکرده بودم. باورش برای خودم خیلی سخت بود. دختری اومد پیشم که باورم نمیشد این دختر مشکل اعصاب و روان داشته باشه. اما جالبیش اینجا بود که اون یه آدم سالم بود و روزی مثل همه آدم‌های عادی زندگی میکرد. اما سرنوشت چیزی به روزش آورد که حتی خود من هم ممکن بود درگیرش بشم. ولی خدا بهم رحم کرد. این دختر الان توی بیمارستان بستریه و حال خوشی نداره. و از همه شما میخوام براش دعا کنین تا خدا کمکش کنه حداقل از این درد و رنج خلاص بشه. دفتری از این دختر توی خونش پیدا کردم که نوشته های خودش توی اون دفتر بود و از اینجا به بعد رو من از زبون الهه براتون تعریف میکنم. مامان بابا، بالاخره تونستم خونه بخرم. بالاخره منم تونستم صاحب خونه و زندگی بشم. یه خورده قدیمیه، ولی خودم درستش میکنم و میدونم از این به بعد راه سختی رو در پیش دارم. اما قول میدم کم نیارم و کاری کنم شما از اون دنیا بهم افتخار کنید. امروز 17 شهریور و من با خودم قول و قرار گذاشتم که تا آخر دی ماه این خونه رو درستش کنم و بشه همون خونه رویاهای خانوادگیمون. چند تا صفحه ورق زدم، رفتم جلو. مامان گوش کن. نمیدونم اگه اینا رو بخونی باورت میشه یا نه. خودم هم هنوز مطمئن نیستم که دارم دیوونه میشم یا واقعا یه چیزی اونجا بود. یا هست یا حتی توی خود من زندگی میکنه. اما باید بگم، باید یه جایی بنویسم. شاید اگه بنویسمش از ذهنم بره بیرون. شاید اگه تعریفش کنم بفهمم واقعا چی اتفاق افتاده. یا شاید فقط دارم بیشتر غرقش میشم. نمیدونم. خدا شاهده، نمیدونم. همه چیز از یه شب لعنتی شروع شد. هنوزم صدای اون ساعت لعنتی که 3:30 شب رو زد تو گوشمه. ساعتی که سالها خراب بود و یهو همون شب شروع کرد به کار کردن. صداش خفه بود، اما اون قدری بلند که بیدارم کنه. خوابم سنگین بود، یا شایدم اون صدا فقط تو سر من بود. بلند شدم. اتاق تاریک بود. حتی نور چراغ کوچه‌ام نمیتابید. پرده ها رو یادم نمیومد بسته باشم، ولی بودن سفت، مثل اینکه یکی اونا رو کشیده باشه پایین و سنجاقشون کرده باشه به دیوار. با هم یخ زده بودن. هنوزم حس اون سرمایی که از کف زمین تا استخونام دوید یادمه. پامو که گذاشتم پایین انگار پامو گذاشتم توی یه حوض آب یخ، ولی خشک بود، کاملا خشک. فقط سرد بود و عجیب سرد. همینجور که داشتم دنبال دمپایی‌ام میگشتم یه صدایی اومد. اول فکر کردم از بیرونه، صدای یه چیزی که کشیده میشد دو زمین، ولی بعدش فهمیدم نه، از توی خونه است. از راهرو، از همون راهروی لعنتی که همیشه چراغش چشمک میزنه. راهرویی که همیشه تهشی آینه هست، ولی اون شب آینه نبود. قلبم تون تون میزد، جوری که حس میکردم هر لحظه میتونه از تو قفسه سینم بزنه بیرون. از در اتاق که رفتم بیرون صدای کشیده شدن تموم شد. سکوت شد، ولی نه اون سکوت معمولی، یه سکوت پرصدا. اونجور سکوتی که انگار یه چیزی داره توش نفس میکشه. آروم، عمیق، سنگین. نور چراغ راهرو خیلی کم بود، اما کافی بود که ببینم. یه رد پاست، نه یکی، 3 تا رد پا روی زمین، با انگشتای بلند، خیلی بلند. مثل این که یه دست بوده که با کف دستش راه رفته باشه. ردی که انگار خیسه، ولی وقتی خم شدم چیزی نبود. نه آب، نه خاک، نه خون. فقط ردش بود. توی ذهنم
یا توی زمین، نمیدونم. با صدای نفس زدنی خودم جلو رفتم. پامو گذاشتم جایی که رد بود. یهو صدایی در اومد. صدای بسته شدن در اتاق پشتی. محکم‌تر از چیزی که کسی عادی بتونه ببندتش. برگشتم سمت صدا. هیچ کس نبود. هیچ کس. ولی وقتی دوباره برگشتم سمت راه رو، آینه برگشته بود. ولی نه اون آینه همیشگی. یه آینه قدیمی تر. با قاب طلایی کدر شده. ترک خورده. آینه‌ای که مال این خونه نبود. هرچی فکر کردم همچین آینه‌ای نداشتیم. رفتم جلوتر. به خودم تو آینه نگاه کردم. ولی خودم نبودم. یعنی من بودم. اما یه چیزی فرق داشت. چشمای من خالی بودن. سیاه. نه مثل کسی که خسته است یا خواب‌آلود. سیاه. مثل تهیه چاه و لبخند می‌زدم. من لبخند می‌زدم. ولی واقعا نمی‌خندیدم. چون صورتم خوش شده بود. چون داشتم از ترس می‌لرزیدم. چون پامو که عقب گذاشتم تصویرم تو آینه وایساد. حرکت نکرد. فقط وایساد. نگام کرد و یه چیز دیگه هم اونجا بود. پشت تصویرم. یه سایه. یه موجود. یه چیزی که نمیتونم بگم آدم بود. نمیتونم بگم هیولا بود. فقط میدونم که یه نفس داشت. یه نفس که روی شونه هام حسش کردم. یه نفس که داغ بود و بوی خاک کهنه میداد. بوی قبر. اون شب دیگه یادم نمیاد چی شد. فقط یادم یهو از خواب پریدم. خودمو توی اتاقم پیدا کردم. پرده ها کنار بودن، چراغا روشن و ساعت هنوز همون 3:30 شب رو نشون میداد. فقط یه یادداشت روی میز بود با خط خودم. نوشته بودم منو ببوس، ما خوشبخت میشیم. از اون شب به بعد دیگه هیچی مثل قبل نشد. انگار یه چیزی تو ذهنم باز شده بود. یه پنجره، یه در، یه شکاف. نمیدونم چی بود دقیقاً. فقط میدونم اون شب مثل یه در ترک خورده پوسیده بود که فقط یه فشار لازم داشت تا از لولا جدا شه و چیزی که پشتش پنهون بود بریزه بیرون و ریخت. همش خواب میدیدم. نه از اون خوابایی که آدم یادش میره. نه. از اونایی که وقتی بیدار میشی هنوز صدای اون چیز لعنتی تو گوشت هست. هنوز بوی تعفنش توی دماغته. هنوز پوستت سرده، عرق کرده و از ترس انگار قفل شده. شب دوم خواب دیدم تو همون راه رو ایستادم. آینه بود، همون قاب طلایی. اما این بار تو آینه اصلا نبودم. نه من، نه سایه، نه هیچ کس. آینه خالی بود. ولی یه صدای کشیده شدن چیزی پشت سرم میومد. آرومتر از شب قبل. مثل این که یه کسی میخواست مطمئن شه من میشنومش. خواستنی نبود. اجبار بود و من برگشتم. اون چیزی که دیدم یه زن بود. ولی نه مثل آدمی زاد. موهاش بلند بودن. تا زمین. خیس چسبیده به صورتش. سرش پایین بود و فقط یه چشم دیده میشد. چشم چپ. قرمز. نه از گریه. چیزی فراتر. یه قرمزی که مثل زخم کهنه‌ای که هنوز میسوزه توی مردمکش میلرزید. صدام در نمیومد. انگار خواب بودم. اما همه چیز واقعی بود. بوی خاک نمزده، سرمای هوا، تپش قلبم، حتی صدای نفس اون زن. و وقتی خواستم فرار کنم پام تکون نمیخورد. نه از ترس. نه. واقعا نمیتونستم. و اون زن شروع کرد به اومدن سمت من. ولی نه با پاهاش. با دست کشون. ناخناش کف زمین خط مینداختن. ناخنای بلند تیز شکسته. وقتی رسید بهم فقط یه جمله گفت. با صدایی که همزمان زمزمه بود و فریاد. تو باید بمیری. از خواب پریدم. جیغ زدم. ولی اتاقم هیچ کدوم از پنجره‌ها باز نبود. هوا خفه بود، تاریک بود و ساعت هنوز 3:30 شب بود. هنوز. صبح که شد فکر کردم شاید فقط یه کابوس بوده. خودم رو قانع کردم که ذهنم تحت فشاره. خونه قدیمی، ساکته. تنها زندگی میکنم. اینا عادیه. همه تو خواب کابوس میبینن. ولی یه چیزی درست نبود. وقتی رفتم حموم یه رد انگشت بلند و تیز روی بخار آینه حموم کشیده شده بود. یه خط مستقیم و تهش یه نقطه. فکر کردم شاید من خودم کشیدم. شاید تو خواب. نمیدونم. ولی شب بعد دوباره همون زن رو دیدم. این بار توی آشپزخونه. فقط وایساده بود. فقط نگاه میکرد. از پنجره. و صداش دوباره اومد. بمیر تو باید بمیری. اما این بار بیدار بودم. چون وقتی خواستم جیغ بزنم صدا اومد.
چون وقتی افتادم روی زمین زانوم خراش برداشت. چون خون دیدم. واقعی. و بعد از اون دیگه فرق خواب و بیداری رو نفهمیدم. الان 3 روزه نخوابیدم. یا شایدم 3 شبه که خوابم و بیدار نمیشم. حتی نمیدونم واقعا دارم اینا رو مینویسم یا نه. بعضی وقتا خودم رو تو آینه میبینم که دارم لب میزنم ولی هیچ صدایی در نمیاد. بعضی وقتا یه صدای زمزمه از دیوار میشنوم که تکرار میکنه تو مردی، وجود نداری، منو ببوس. امشب همون صدای ساعت لعنتی دوباره اومد. 3:30 شب و پشت در اتاقم کسی وایساده. روزی که تصمیم گرفتم برم پیش روانشناس، آفتاب افتاده بود دقیقاً وسط دیوار آجری کوچه. نور مستقیم میخورد تو چشمم ولی نمیتونستم پلکامو ببندم. انگار نمیخواستم چشمام بسته بشن، چون هر بار که تاریکی میومد اون زن، اون نگاه، اون صدا. بگذریم. زنگ مطب دکتر روناکو که زدم، صدای تق تق پنکه سقفی از تو اتاق انتظار میومد. فضا اونقدر ساکت بود که هر صدای کوچیکی انگار 100 برابر میشد. نشستم روی صندلی چرمی که تهش خراش داشت. انگار کسی با ناخن کشیده باشه روش. نه، این فقط ذهن من بود مگه نه؟ دکتر روناک زنی بود با صورتی آروم. لبخند محوی داشت. موهای کوتاه و قهوه‌ای زیر روسری آبی رنگش نمایان بود. صداش نرم بود ولی وقتی گفت بفرمایید داخل، لرزش صداش حس میشد. شاید برداشت من بود، شایدم نبود. نشستم روی مبل روبروش. دستامو گره کرده بودم تو هم. نمیدونستم از کجا شروع کنم. گفتم دکتر، من چند شبه که نمیدونم بیدارم یا خوابم. ابروهاشو بالا داد ولی چیزی نگفت. سکوتش تشویقم کرد که ادامه بدم. شروع کردم. برگشتم عقب. از اون شب لعنتی که صدا از آینه اومد، از اون زن با موی خیس، از چشم قرمزش، از زمزمه هایی که تو دیوار بود، از کابوس هایی که با خون واقعی بیدار می شدم، از اون جمله‌ای که هی تکرار می شد. همه چی رو گفتم. حتی اون خط انگشت تو بخار آینه حموم، حتی اون لحظه‌ای که دیدم پشت در اتاقم سایه‌ای وایساده. دکتر روناک همچنان نگاه میکرد. هیچ حرفی نمیزد. فقط گاهی چیزی یادداشت میکرد. گفتم من مطمئن نیستم اینا خواب بودن یا واقعا اتفاق افتادن، چون چیزایی که از خواب یادم میمونه خیلی واضحن، خیلی واضح تر از واقعیت. اون لحظه است که صداش رو نرمتر کرد و گفت تا حالا کسی تو خانواده‌ات سابقه اختلال روانی داشته؟ یا خودت تو گذشته تجربه اضطراب شدید؟ لبخند زدم. تلخ. گفتم نه، ولی اگه همینطوری ادامه پیدا کنه احتمالاً قرار من اون نفر اول باشم. اون لبخند نزد. با صدایی که سعی داشت محکم باشه ولی یه لرز توش بود گفت اون چیزی که تو داری میگی یه جور پاراسومنی است، یه اختلال خواب، مثل فلج خواب یا رویاهای شفاف. ممکنه تو دچار شده باشی، مخصوصا اگه مغز تو حالت نیمه هوشیار گیر کرده باشه. پرسیدم ولی چرا هی یه جمله تکرار میشه؟ چرا یه زن؟ چرا هر شب؟ چرا صدا از آینه؟ چرا بوی نم؟ چرا وقتی بیدار میشم زخم دارم؟ اونجا بود که ساکت شد. نگاهش عوض شد. انگار یه چیزی یادش افتاده بود. یه چیزی فراتر از علم. بعد چند ثانیه گفت میخوام چند جلسه دیگه هم بیای. باید بیشتر بدونم. اما یه سوال. اون خونه‌ای که گفتی کجاست؟ گفتم خیابون پایینی. کوچه سلیمی پلاک 12. پلک زد آروم، ولی انگار یه چیزی تو وجودش یخ کرد. گفت خونه پدر بزرگت بوده؟ گفتم نه، تازه خریدمش. من تنها. صداش پایین تر اومد. گفت کسی تو اون خونه قبل از تو فوت کرده یا اتفاقی افتاده؟ مکث کردم. نمیدونستم. شونه بالا انداختم و گفتم نمیدونم. دکتر روناک نفس عمیق کشید. بلند شد رفت سمت قفسه. یه کتاب در آورد و بازش کرد. عکس یه آینه توش بود. قاب طلایی. دقیقاً مثل مال من. قلبم افتاد تو دهنم. گفتم اینو از کجا آوردین؟ گفت اون خونه چند سال پیش یه دختر دیگه هم توش زندگی میکرد. تنها. اونم خواب میدید. اونم زمزمه میشنید. اونم گفت یه زنه با موهای خیس با یه چشم قرمز میاد سراغش. خشکم زد. گفتم چی شد براش؟ دکتر روناک چشماش پر اشک شد و گفت یه شب خودشو خلاص کرد و اون دختر هیچ وقت از خواب بیدار نشد. از مطب که زدم بیرون صدای شهر مثل یه وزوز ثابت تو گوشم بود. نه بوق ماشینا رو درست میشنیدم نه صدای آدما رو. انگار وسط یه مه زخیم راه میرفتم. همه چی خاکستری بود. حتی آسمون.
اون جمله دکتر روناک هی تکرار میشد تو سرم. مرد. خودشو خلاص کرد. بیدار نشد. کی بود؟ چرا هیچ وقت ازش چیزی نشنیده بودم؟ چرا همه چی اینقدر آشنا ولی در این حال غریب بود؟ قدم ها منو بی اختیار کشوندن به خونه. همون خونه لعنتی. همون در چوبی قدیمی که لولاها مینالیدن. همون پله های مرمری که زیر پام صدا میدادن. همون راهروی باریک که بوی نم میداد و دیواراش پر چرک بود. ولی این بار فرق داشت. در که باز شد تاریکی توی صورتم پاشید. بوی سوختگی میومد. یه چیزی مثل بوی پارچه نم کشیده‌ای که توی آتیش نیم سوز شده باشه. دست کشیدم به کلید برق. روشن نشد. چراغا خاموش بودن. همه چیز ساکت بود. خیلی ساکت. رفتم سمت اتاقم. ولی پام به چیزی خورد. یه قاب عکس افتاده بود زمین. خم شدم برداشتمش. یه عکس از بچگی من. ولی یه لحظه یه زن تو بک‌گراند بود. تار پشت پنجره با موهای خیس. عکسو انداختم. نمیدونم چرا. فقط قلبم یه دفعه شروع کرد به تون زدن. رفتم سمت آینه لعنتی. اون آینه با قاب طلایی. دقیقاً همونی که دکتر نشونم داده بود. ایستادم جلوش. به خودم نگاه کردم. موهام پریشون بود. صورتم رنگ نداشت. زیر چشمام کبود. ولی یه چیز عجیب تر دیدم. یه بخار کم رنگ روی شیشه بود و روش رد یه انگشت. یه خط که داشت کشیده میشد. نه، من نفس نکشیده بودم که آینه بخار بگیره و هیچکی جز من تو خونه نبود. یعنی واقعا نبود. ناخودآگاه اسم دختر قبلی تو ذهنم تکرار میشد. ولی نمیدونستم که یه اسم نصف نیمه تو ذهنم میچرخید. اون شب خواب نبودم ولی باز هم دیدمش. این بار روی سقف بود. آویزون برعکس. موهای خیسش از بالا آویزون شده بود پایین. داشت نگاه میکرد. یه چشمش باز اون یکی بسته. لباش خشک. لبخند نداشت. فقط نفس میکشید. صداش شنیده میشد حتی وقتی حرف نمیزد. یه جمله. همون جمله لعنتی. داد زدم اما صدایی از گلوم در نیومد. یه دفعه تو اتاقم نبودم. توی راهرو بودم. دیواره سبز رنگ پریده، لامپای سقف تند و تند خاموش و روشن می شدن. صدای پا نه، صدای کشیده شدن چیزی روی زمین نزدیک می شد. دویدم. جیغ زدم اما هیچ کس نبود. همه درها قفل بودن. پنجره ها هم باز. تو انتهای راهرو یه در باز بود. پشتش یه آینه بزرگ. از همونا با هم قاب طلایی. رفتم جلوش. با ترس، اما این بار هیچ تصویری نداشت. آینه خالی بود. من نبودم، بازتاب نداشتم. اما یه لحظه یه سایه از پشت نزدیک شد. همون زن. دستشو گذاشت روی شونم. یخ بود، یخی واقعی. چرخیدم اما نبود. ولی انگشتش هنوز روی شونم مونده بود. سوزش داشت، واقعی بود. یه لحظه از خواب پریدم. خیس عرق، زخم روی شونم بود. یه جای انگشت قرمز. رفتم جلوی آینه خودم تو اتاق. هنوز رد بخار بود. ولی این بار جمله فرق داشت. نوشته بود تا دیر نشده پیداش کن. نفسم برید. پیدا کنم؟ کی رو؟ چی رو؟ رفتم سراغ جعبه قدیمی مامان. اون چمدون چرم قهوه‌ای که همیشه قفل بود. شکوندمش. پر از کاغذهای کهنه بود. عکس‌های سیاه‌سفید و یه نامه با جوهر پخش شده. اسم روش نوشته شده بود برای دختران. کدوم دختر؟ من؟ یا کسی دیگه؟ کسی که اون دختر رو قبل از من دیده بود. کسی که قبلا باهاش در تماس بوده. دستام میلرزید. نامه رو باز کردم. خط اولش نوشته بود عزیزم، اگه داری این نامه رو میخونی یعنی تو هم مثل من سرگردان شدی. نامه از بین همه چیز بیشتر بوی کهنگی و نم میداد. مثل چیزی که سالها منتظر بوده باز شه. اما هیچ کس جرئت نکرده بود سراغش بره. دستام هنوز میلرزید. نشستم روی زمین. کنار چمدون و نور چراغ موبایلم رو انداختم روی خط خطی های جوهری. دختر عزیز، اگه اینو خوندی یعنی منم مثل بقیه بیدار نشدم. یعنی اون بازم برگشته. میدونم باورش سخته. میدونم بخوای بگی کابوس بوده. ولی این یه کابوس معمولی نیست. اون بیدار شده. به هر کی باهاش تماس بگیره دیگه راه برگشت نداره. چشمام خوش شده بود. نفسام بریده. نامه ادامه داشت. من اولین نفر نبودم. تو هم نیستی. اون فقط دنبال یه آینه نیست. دنبال یه ذهن بازه. دنبال کسیه که از مرز خواب و بیداری عبور کنه. اگه اون تصویر رو توی آینه دیدی یعنی دیگه دیر شده. یعنی انتخاب شدی. حس کردم سقف داره دور سرم میچرخه. اون تصویر توی آینه. زن با چشم بسته و باز. نفس عمیق.
انگار هوا سنگین‌تر از قبل شده بود. دوباره رفتم سراغ عکس‌ها. عکسایی که توش بچه‌ها بودن، خونه قدیمی، راهروها و یکیشون یه تصویر مبهم از دختری با موهای بلند و یه لباس سفید ایستاده جلوی همون آینه، همونی که حالا تو اتاق من بود. پشت عکس با خودکاری کمرنگ نوشته شده بود شیوا 1368. آخرین بار جلوی آینه دیده شد. شیوا همونی که اسمش رو تو خواب تکرار می‌کردم. گلوم خوش شده بود. انگار یه چیز تو حلقم گیر کرده بود. یه حقیقتی که داشت بیرون میزد، اما نمیذاشتم ببینمش. اون دختر شیوا کی بود و چرا من؟ از خونه زدم بیرون. مستقیم رفتم سراغ مطب دکتر روناک. شب بود ولی بهش زنگ زدم. گفتم یه چیزی پیدا کردم که باید ببینه. گفت بمونم اونجا، خودش میاد. منتظر شدم توی ماشین. باد سردی میوزید. شب زمستونی تهران سنگینه، ولی اون شب یه جور عجیبی ساکت بود. روناک اومد، در عقب و باز کرد و نشست. نگاش کردم و نامه رو دادم دستش. چند لحظه بی صدا خوندش. بعد انگار یه چیزی تو صورتش شکست. سکوت کرد. منم ساکت موندم. بعد آروم گفت نمیخواستم بفهمی. نمیخواستم اینقدر زود. اون آینه مال شیوا بود، یکی از بیمارا. قلبم ایستاد. لبهام لرزید. سر تکون داد. شیوا 17 سالش بود. اون خونه مال مادر بزرگش بود. از وقتی آینه اومد تو خونه شیوا شب به شب کابوس میدید. دقیقاً مثل تو. زن با موهای خیس، چشم بسته، انگشت رو شونش. حرفشو قطع کردم. اون دیگه هیچ وقت بیدار نشد، درسته؟ چشماش پر اشک شد. گفت آره، یه شب بیدار نشد. جسمش سالم بود ولی مغزش تموم کرده بود. دکترها گفتن کماست، ولی من میدونم اون توی خواب توی همون راهرو پشت همون در لعنتی گیر افتاده. حس کردم زمین زیر پام نیست. تمامی خوابها، تمام صداها، تمام نوشته های روی آینه، همشون یه پیام داشتن. من قراره بعدی باشم. با دستای لرزون عکس شیوا رو نشونش دادم. گفت اون آینه نباید هنوز تو خونت باشه. نباید نگاش کنی. حتی یه ثانیه. اون یه پنجره است. یه در به جایی که نباید باز شه. داد زدم چرا به من نگفتی؟ چرا همون اول نگفتی؟ با صدای گرفته گفت چون میخواستم بدونم اون انتخابت کرده یا نه. حالا که کرده باید یه کاری بکنیم قبل از این که بیدار شی و بفهمی هنوز خوابی. نفسم برید. روناک یه آدرس روی کاغذ نوشت. برو اینجا. یه پیرزن هست به اسم ننه الف. تنها کسیه که در مورد اون آینه و لعنتش چیزی میدونه. ولی حواست باشه، از حالا به بعد ممکنه چیزایی ببینی که واقعی نیست یا واقعی تر از واقعیته. کاغذ رو گرفتم. حس کردم با گرفتن اون تکه کاغذ یه در پنهونی توی زندگیم باز شد. رفتم. همون شب، همون لحظه. نمیخواستم تا فردا صبر کنم. خونه ننه الف ته یه کوچه بنبست توی یوسف آباد بود. پرده ها کلوف، شیشه ها مات، هواش بوی دود اسپند و چیز دیگه ای میداد. یه بوی خفه کننده قدیمی. در زدم. در خودش باز شد. صدایی نیومد. فقط یه تاریکی از پشت در منو به داخل کشید. پا گذاشتم تو خونه. در پشت سرم بسته شد. یه لحظه شک کردم. واقعا میخواستم وارد بشم. یه پیرزن ناشناس وسط یه شب سرد توی خونه تاریک که درش زنگ نداره و توش نور چراغ روشن نیست. اما چیزی تو ذهنم مدام میگفت این تنها راهه. تنها راه بیدار شدن. آروم در هل دادم. قفل نبود. دقیقاً همونطوری که روناک گفته بود. یه راهروی باریک با فرش‌های کهنه و بوی تند اسپند و چوب سوخته. صدای جیرجیر کفپوش‌ها زیر پام تو سکوت اون خونه میپیچید. خونه تاریک نبود اما روشنم نبود. انگار نور اونجا یه جنس دیگه بود. نه مهتابی، نه آفتاب، نه لامپ زرد. یه نور خاکستری محو که حس می‌کردی بیشتر از اون که ببینی داری باهاش حس می‌کنی. چند قدم بیشتر نرفته بودم که صدای خشخش چیزی از اتاق ته راهرو اومد. خشک ایستادم. یه صدای لرزون و پیر گفت بیا تو دخترم. از دیشب منتظرت بودم. نفس تو سینم حبس شد. چطور میدونست؟ مگه روناک باهاش حرف زده بود؟ آروم رفتم جلو. پرده ضخیم اتاق رو کنار زدم و وارد شدم. ننه الف یه پیرزن لاغر با صورتی پرچین و ابروهای سفید بلند بود. یه چادر گلدار قهوه‌ای انداخته بود روی سرش. رو زمین نشسته بود و یه کتری کوچیک روی چراغ علایدی گذاشته بود. هوا گرم نبود اما از بوی سوختنی توی اتاق صورتم داغ شده بود. بدون اینکه نگام کنه گفت آینه رو هنوز داری؟ گفتم آره، تو اتاقمه.
یه قاشق رو توی چای استکان چرخوند و گفت اون آینه مال تو نیست. اصلا مال هیچ کس نیست. مال خودش بود. اما حالا که چشم تو باهاش تماس پیدا کرده دیگه فقط نگاه نمی کنی. حالا اونم داره تو رو نگاه میکنه. بی اراده گفتم کی اون؟ بالاخره سرش آورد بالا و نگام کرد. چشماش رنگ خاکستری کدر داشتن. گفت اون یه شاهد بی لباسه. کسیه که خودش رو تو آینه گم کرده. یه زن که میخواست گذشتش رو فراموش کنه اما هر بار که نگاه کرد همه چیز رو دوباره دید. تا وقتی ذهنش پاره شد. اون از آینه ها گذشته. حالا پشتشونه. پشت همشون. صدای زنگ موبایلم بلند شد. از اون سکوت مرده خونه پرید. صفحه رو نگاه کردم. روناک بود. جواب دادم اما فقط صدای خشخش اومد. الو دکتر، من رسیدم، اینجاست. ننه اولف. صدات نمیاد. الو. ننه اولف دستشو آروم گذاشت رو موبایلم و گفت به کسی نگو کجایی. اگه بدونه پیدات میکنه. اون الان دنبال توه. با چیزی که دیشب تو خواب دیدی رد تو داره. سکوت کردم. ذهنم قفل شده بود. ننه اولف بلند شد. یه جعبه چوبی آورد و گذاشت جلوی پام. با دست لرزون درشو باز کرد. توی جعبه یه تیکه آینه شکسته بود. فقط یه تیکه. شاید قد یک کف دست. گفت این تنها چیزی بود که از دختر خودم موند. نگاه نکن. فقط نگهش دار. اگه شبی اون زن رو دوباره دیدی و گفت بیا و در باز شد، این تیکه آینه رو بنداز جلوت. اگه خودشو دید میره. چون خودش از خودش میترسه. پوزخند زدم و گفتم واقعا این قراره کمک کنه؟ یه تیکه آینه؟ یه کابوس؟ گفت تو فکر میکنی بیداری ولی اون هنوز داره نگات میکنه. اون زن اسمش لیلا بود. از وقتی دخترم مرد شبها میاد سراغم. صدای خندش هنوز توی گوشمه. یهو سکوت کرد. بعد با صدای پایین گفت تا وقتی هنوز فرق بین خواب و واقعیت رو نمیفهمی یعنی هنوز وقتش نشده بیدار شی. اما وقتی صداش از پشت در اومد یادت باشه اگه جواب بدی دیگه نمیتونی ببندی درو. همینجا بریدم. بلند شدم تشکر کردم. جعبه رو گرفتم و برگشتم سمت در. وقتی از خونه بیرون زدم آسمون یه جور سنگینی خاصی داشت. مثل وقتی که بارون نمیباره ولی هوا خفه است. کوچه خلوت بود. هیچ کس نبود. حتی صدای ماشینم نمیومد. اما یه چیزی پشت سرم بود. برگشتم. هیچ کس نبود. اما سایه من 2 تا بود. با سرعتی که نمیدونم از کجا اومد برگشتم خونه و خودم رو تو اتاقم حبس کردم. نمیدونم چند روز گذشته. ساعتها دیگه کار نمیکنن. نه اونایی که رو دیوارن نه اون توی ذهنم. روز و شب قاطی شدن. خواب که میرم بیدار میشم. بیدار که میمونم خواب میبینم. یه جورایی دیگه فرقی نمیکنن. همش یه کابوسه که فقط اسمش عوض شده. اون تیکه آینه هنوز توی جعبه است. بازش نکردم. هر شب میذارمش زیر بالشم. ولی یه چیزی از توی جعبه انگار میخزی توی مغزم. بوی چوب قدیمی، صدای ریز ترک برداشتن شیشه. خنده ننه اولف که هی تو سرم تکرار میشه. 2 روزه که پامو بیرون خونه نذاشتم. موبایلمو خاموش کردم. حتی برق رو هم قطع کردم. فقط یه چراغ مطالعه کوچیک با لامپ زرد. مثل نقطه‌ای که همه چیز رو توی خودش حبس کرده. نمیدونم چرا. ولی حس میکنم اگه چراغو خاموش کنم اون میاد. نه اون هست. تو تاریکی راه میره. نفس میکشه. فقط وقتی نور هست نمیتونه نزدیک شه. دیشب دوباره دیدمش. این بار نه تو خواب. توی آینه دستشویی. فقط 1 ثانیه. موقعی که سرم آوردم بالا بعد از شستن صورتم پشت سرم ایستاده بود. موهاش خیس بود. لباس تنش نبود. چشماش سیاه بودن و چیزی زمزمه میکرد که نمیفهمیدم. ولی با دهن بسته. جیغ نزدم چون انگار حنجرم خوش شده بود. فقط پشتم یخ کرد. برقو خاموش کردم. بعد دوباره روشن کردم. نبود. اما از اون لحظه به بعد صدای قطره‌های آب قطع نمیشن. حتی وقتی شیر بسته است. حتی وقتی گوشامو میگیرم. دیوونه شدم. رونا گفت ممکنه ذهنم درگیر شده باشه. ولی این درگیری نیست. این یه تله است. یه چیزی داره میاد سراغم. یه چیزی که خودم بیدارش کردم. امروز یه چیزی نوشتم روی دیوار با ماژیک قرمز. نمیدونم چرا. انگشتام خودشون حرکت کردن. نوشتم آینه نگات میکنه. بعد زیرش یه دایره با دست کشیدم. وسطش یه نقطه. نمیدونم این یعنی چی. هیچ ایده‌ای ندارم. فقط وقتی تموم شد حس کردم یه چیزی ازم کم شده. یه ذره عقل، یه ذره حافظه. یه تیکه کوچیک از خودم. صبح که بیدار شدم یه چیز عجیب تر دیدم.
یه تیکه از موهام رو بالش بود، بریده شده تمیز، انگار یکی با قیچی شب اومده و برش زده. در خونه قفله، همه چی بسته است، اما اون اینجاست. اون همیشه اینجاست. امروز صدای زنگ در اومد. رفتم سمت آیفون. تصویر سیاه بود، ولی صدایی بود، صدای یه زن. گفت بیا پایین، هوا خوبه، بیا بریم گردش. آیفون رو قطع کردم. دیگه جواب ندادم. اما الان اینو دارم مینویسم، فقط چون نمیدونم تا فردا ذهنم چقدرش سالم میمونه. انگار یه چیزی توی فکرم شروع کرده به خوردن حافظم. اسم خودم رو امروز 2 بار فراموش کردم. یه بار خواستم خودم رو تو آینه صدا بزنم. گفتم تو کی هستی؟ و تصویر تو آینه فقط نگام کرد. لبخند زد ولی دهن من بسته بود. الان ساعت 4 صبح. صدای نفس کشیدن از پشت در اتاق میاد. قسم میخورم کسی اونجاست، ولی مهم نیست. من دارم بهش عادت میکنم. من دارم میفهمم شاید همه اینا فقط یه جور بیداری. شاید اون زن دیوونه نشده. شاید فقط خیلی زودتر از بقیه فهمید که این دنیا خواب ماست و اونی که پشت آینه است واقعیه. اون روز اولین بار نبود که باهاش حرف زدم، ولی اولین بار بود که جواب داد. صدام آروم بردم نزدیک آینه روی میز آرایش. همون آینه‌ای که دیگه حتی جرئت نمی‌کنم غبارشو پاک کنم. فقط گفتم میدونی من کیم؟ و اون لباش تکون خورد. نه همزمان با من، نه انعکاس من. جدا، خودش. گفت تو اونقدری خوابیدی که دیگه نمیدونی بیداری یعنی چی. اون لحظه دیگه همه چی ایستاد. نفسم سنگین شد. قلبم صدای کوبیدنش توی گوشم پیچید. نشستم روی زمین. چشمم میسوخت ولی زل زدم به آینه. انگار اگه یه لحظه پلک میزدم اون برمیگشت به همون تصویر تقلیدی که فقط منو کپی میکرد. ولی اون خودش بود. حتی لباسش هم با من فرق داشت. یه لباس تیره بلند با یقه بسته. موهاش خیسی عجیبی داشت. انگار همین الان از توی حوض قدیمی خونه مادر بزرگ بیرون اومده. از اون روز به بعد آینه ها رو نمیتونم نادیده بگیرم. همش دارن نگاه میکنن. همش دارن صداشو پخش میکنن. حتی آینه‌ای توی کشوی کمد که شکسته است. حتی اونایی که فقط از انعکاس کارد یا آب درست میشن. اون توی همشونه. چند بار سعی کردم به روناک زنگ بزنم، ولی هر بار صدا قطع شد و یه خشخش میومد. یه بار حتی یه صدای زنونه اومد که گفت این مسیر دیگه باز نیست. امروز همسایه بغلی اومده بود دم در. با ترس و لرز گفت چند شبه که از خونه من صدای جیغ میاد. گفت یه بار ساعت 2 نصف شب شنیده که انگار یکی پشت در ورودی خونه من گریه میکرده. بهش گفتم چیزی نیست، فقط کابوس میبینم. ولی دروغ گفتم. اون شب خودمم بیدار بودم و صدای گریه‌ای که میشنید مال من نبود. خونه داره زنده میشه. دیوارها نفس میکشن. کفوشا جیر جیر نمیکنن، ناله میزنن. یه بار توی اتاق مهمون در خودش باز شد با صدای قفل کهنه‌ای که هرگز قفل نشده بود. اون اتاق سالهاست کسی نرفته توش. وقتی رفتم ببینم چرا باز شده، یه چیزی دیدم که نمیتونم درست بگم چی بود. شبیه خودم بود، ولی نه کامل. ایستاده بود وسط اتاق، بدون چشم. صورتش خالی بود، صاف. انگار پوستش کشیده شده بود روی استخون بی هیچ نشونی. فقط دهنش باز و بسته میشد و من فقط برگشتم. اون شب با چراغ روشن خوابیدم. یا فکر میکردم که خوابیدم. ولی وقتی چشم باز کردم دیدم همه آینه های خونه دور تختم جمع شدن. نمیدونم کی آوردمشون. نمیدونم چطور. ولی همشون اونجان. یه دایره درست کرده بودن. وسطش من بودم. مثل یه مراسم. مثل یه قربانی. و توی همشون اون زنه بود. با چشمای باز و خیس. دیگه نمیتونم غذا بخورم. دهنم طعم زنگ آهن میده. آب مزه خاک میده. نفس کشیدن سخته. فکر کردن سخت‌تر. روناک دیگه جواب نمیده. منم دیگه با کسی حرف نمیزنم. چون فهمیدم اون واقعی تر از چیزیه که من دارم. الان هر شب باهاش حرف میزنم. ازم سوال میپرسه. خاطره هامو میخواد. میگه تا وقتی همشونو نگم، تا وقتی همه وجودمو نریزم تو آینه، نمیره. امشب قراره یه چیز جدید بهم نشون بده. گفت وقتشه دیگه با اونایی که بیرونن خداحافظی کنم. منم میخوام. خستم. شاید، فقط شاید اونا همه دروغ میگن. روناک، همسایه، گذشتم.
شاید فقط اونی که توی آینه است تنها حقیقت دنیای منه. دفتر الهه اینجا به پایان رسید و من 3 روز بود که هیچ خبری ازش نداشتم. تلفن جواب نمیداد. پیام ها سین نمیخورد. آخرین وایسش عجیب بود. فقط صداش بود که نفس نفس میزد و یه جمله رو زیر لب زمزمه میکرد. دارن نگاه میکنن. دارن نگاه میکنن. اون لحظه فقط یه روانشناس نبودم. نگرانش بودم. یه جورایی انگار ترسش نفوذ کرده بود تو صدای ضبط شده. دلم لرزید. خونش توی خیابون نزدیک دفتر بود. یه خونه قدیمی با درختای خشکیده جلوی حیاط. ساختمون از اون مدلایی بود که انگار دیگه کسی دلش نمیخواد حتی از جلوش رد شه. در باز بود. بدون زنگ زدن هلش دادم و وارد شدم. سکوت. یه سکوت سنگین و خفه کننده. با صدای بلند گفتم الهه، منم رونق. جوابی نیومد. تا طبقه 3 رفتم. در خونش نیمه باز بود. همین که پامو گذاشتم تو یه بوی کهنگی و نم زد زیر دماغم. انگار سالها کسی نفس نکشیده بود اینجا. خونه تاریک بود. حتی با وجود نور ظهر پرده ها کشیده بودن و لامپ ها خاموش بودن. انگار خونه تصمیم گرفته بود خودش رو از دنیا جدا کنه. یه صدای خشخش از ته راه رو اومد. رفتم جلو. با هر قدم انگار هوا سردتر می شد. در اتاق خواب باز بود و اونجا دیدمش. الهه وسط اتاق نشسته بود. روی زمین. پاهاش جمع و دستاش دور زانو. موهاش آشفته. پوست صورتش انگار ماها نور ندیده بود. لباس تنش پاره و کثیف بود. و اطرافش پر بود از آینه. آینه های شکسته، سالم، کوچیک، بزرگ. حتی تکه هایی از شیشه هایی که معلوم نبود از کجا آورده. همه دورش حلقه زده بودن. مثل یه دایره تدفینی. چشمش که به من افتاد اول چیزی نگفت. فقط نگام کرد. بعد لبخند زد. نه از اون لبخندهایی که آدم از دیدنش خوشحال میشه. یه لبخنده بیروح مثل نقاشی یه آدم مرده. گفت میخواستی منو درمان کنی؟ اما من درمان شدم. باهاشون. من گفتم الهه باید بلند شی. باید بیای بیرون از این حالت. این چیزا واقعیت نداره. باید بیای بیمارستان. لبخندش عمیق‌تر شد و گفت واقعیت؟ تو هنوز فکر میکنی من توهم دارم؟ بعد به آینه ها اشاره کرد. ببینشون رونق. تو هم میتونی ببینی. اگه بخوای. نزدیکش رفتم. دستم رو گذاشتم روی شونش. یخ کرده بود. گفتم بیا بریم. من تنهات نمیذارم. اون وقت یه صدای زمزمه از پشت سرم اومد. فقط یک کلمه. نزار بره. چرخیدم. هیچ کس نبود. اما آینه های دورمون همزمان لرزیدن. هر کدوم یه تصویر متفاوت داشتن. یه الهه متفاوت. یکی با چشمای خونی، یکی با صورت پاره، یکی با لبهای دوخته شده. جیغ زدم و خودم رو کشیدم عقب. الهه فقط نگاه کرد. بی هیچ ترسی. آروم فقط بلند شد. رفت سمت آینه بزرگ گوشه اتاق. چند لحظه مکث کرد. بعد زیر لب زمزمه کرد. دیگه وقتشه برم اونور. بعد دستشو دراز کرد و قسم میخورم دستش وارد آینه شد. نه یه تصویر. نه بازتاب. واقعا وارد شد. انگار اون آینه در نبود من یه در شده بود. یه در به چیزی که نمیتونم بفهمم. تا خودمو برسونم بهش افتاد زمین. بدنش بیجون شد. فقط لبهاش می جنبید. خم شدم روش. آخرین چیزی که گفت لرز انداخت به استخونم. نذار اونو بشکنن. اگه آینه شکسته بشه اونا بیرون میان. من روانشناسم. اینو سالهاست که با اعتماد به نفس به همه گفتم. 10 بیمار دیدم که تو توهمات خودشون غرق بودن. با دنیای غیر واقعیشون زندگی میکردن. بعضیا با دارو خوب شدن. بعضیا با حرف زدن. ولی هیچ کدوم اون چیزی نبودن که الهه بود. 3 روزه بستری. در سکوت مطلق. نه غذا میخوره، نه جواب میده. فقط یه جا نشسته زل زده به یه نقطه توی دیوار. اما شبها صدای زمزمش توی سالن میپیچه. نه با دهنش، با یه جور انرژی. یه چیزی که نمیدونم از کجا میاد. پرستارا میگن اتاقش یخ میکنه. دمای بخش میفته زیر 15 درجه.
بدون اینکه کولری روشن باشه. یه شب نگهبان گفت از دور دیده که الهه مستقیم زل زده توی دوربین مدار بسته، ولی اتاق تاریک بوده. مگه میدید دوربین کجاست؟ ویدیو رو نگاه کردم. حقیقت داشت. دوربین داشت ضبط میکرد، اما وقتی زوم کردم روی چشماش، چشمم افتاد به یه چیز دیگه. یه صورت پشت سرش، نزدیک دیوار، سیاه، بی جزئیات، فقط یه سایه خالص با چشمایی که نور و قورت میدادن. اون شب خوابم نبرد. رفتم اتاق بایگانی بیمارستان و پوشه الهه رو دوباره باز کردم. هیچی عادی نبود. حتی اسمی که فرما رو پر کرده بود وجود خارجی نداشت. کد ملیش به هیچ جا نمیخورد. فرداش رفتم خونه خودش. دوباره تو روشنایی روز. خونه کمتر ترسناک بود، اما بوی موندگی هنوز بود. در اتاق خوابو باز کردم. همه آینه ها برده شده بودن. خالی. فقط یه تیکه کاغذ چسبیده بود به دیوار. انگار با چسب زخم نگهش داشته بودن. نوشته بود روناک به هیچ جا نگاه نکن. یه جوری نوشتن انگار خودش میدونست که برمیگردم. اون شب کابوس دیدم. تو خواب توی همون اتاق بودم. ولی خونه قدیمی نبود. انگار یه جایی متروکه بود. شبیه زندانهای قدیمی با آینه هایی که سقف و دیوار و کف رو پوشونده بودن. از هر آینه یه الهه بیرون میومد. یه الهه با چشمای دوخته شده. یه الهی که فقط میخندید و زمزمه میکرد دکتر نوبت توه. از خواب پریدم. ساعت 4:44 صبح بود. گوشیم صدا داد. یه نوتیفیکیشن از دوربین مراقبت شبانه بیمارستان. حرکت غیر عادی در اتاق 23. الهه. رفتم بیمارستان. با نگهبان رفتیم توی اتاق مانیتورها. ویدیو رو زد عقب. الهه وسط شب بی هیچ حرکتی نشسته بود، اما بعد بلند شد. رفت سمت دیوار. دستشو کشید روی سطح سفید دیوار و شروع کرد به نوشتن با انگشت. یه جمله. این پشت روناکه. تو هم قراره بری. من نایستادم. رفتم توی اتاقش. باورم نمیشد. دیوار واقعا اون جمله رو داشت. با یه ماده قهوه‌ای خوش شده که ترجیح دادم هیچ وقت نفهمم چیه. الهه وقتی من وارد شدم فقط یه چیز گفت. زیر لب. آروم. تو هم مثل من میشی. خیلی زود. همون لحظه همه آینه های بخش یکی یکی ترک خوردن. بدون هیچ تماسی. همزمان مثل یک انفجار خاموش. من دارم همه چی رو ثبت میکنم. هر شب. چون حس میکنم تا دیر نشده باید بفهمم. اون چیزی که با الهه اومد اینجا دیگه فقط مال اون نیست. اونا حالا منو هم نگاه میکنن. یه هفته از چشمام سراغ خواب نرفتن. نه که نخوام، نمیتونم. تا پلک میزنم سایه‌ای تو آینه روبرو کنار دستم توی انعکاس صفحه گوشی. یه چیزی همراهمه. از بیمارستان استعفا دادم. بی دروغ گفتم مریض شدم. همه تعجب کردن. هیچ کس نمیفهمه وقتی ذهنت شروع میکنه برات بازی ساختن دیگه هیچ جا امن نیست. من اون دختر نبودم. من روان درمانگر بودم. ولی حالا شبا از توی آیفون تصویری صدای زمزمه میشنوم. کسی نیست. گاهی صدای کوبیده شدن انگشت روی شیشه پنجره است. طبقه 4. هیچ کس اونجا نمیتونه باشه. توی آینه دستشویی وقتی مسواک میزنم یه لحظه خودم نیستم. یه چشمم کج شده یا انگار تو انعکاس کسی دیگه داره نگام میکنه. یه روز طاقت نیاوردم. سحر دوست قدیمیم که حالا ساکن زعفرانی است تنها کسی بود که تونستم بهش زنگ بزنم. تا صدامو شنید گفت برم پیشش. رفتم. تمام راهو مثل دیوونه ها به آینه بغل ماشین زل زدم. فکر میکردم سایه‌ای توش تکون میخوره. وقتی رسیدم در خودش باز کرد. بغلم کرد. ولی من تا دستم بهش خورد تمام بدنم یخ کرد. نه از ترس خودش. از چیزی که حس کردم هنوز همراهمه. نشستیم توی پذیرایی. توی اون خونه شیک و آرومش. من با دستای لرزون یه لیوان چایی گرفتم و شروع کردم. از اولین باری که الهه اومد تو دفترم تا شب کابوسم، تا اون جمله روی دیوار، تا سایه ها، صداها و آینه هایی که خودشون ترک میخورن بدون لمس. وسط حرفام شروع کردم به گریه. نه حقیق، یه گریه خاموش. اشک میومد ولی صدام در نمیومد. سحر زل زده بود بهم. رنگش پریده بود. آروم گفت روناک، من فکر نمی کردم اینقدر جدیه. سکوت. بعد ادامه داد چند ماه پیش یه چیز عجیب برای یکی از دوستان پیش اومد. شبیه چیزایی که تو گفتی. خیلی شبیه.
اونم نزدیک بود دیوونه بشه، ولی یکی نجاتش داد. یه پیرمرد توی کویر یزد. پوزخند زدم. پیرمرد؟ شفاگره؟ فالگیره؟ فکر نمی کنم حقیقت داشته باشه. من خودم یه پیرزن میشناختم. الهه رو فرستادم پیشش، اما فایده ای نداشت. گفت نه، یه چیز دیگه است. اسمش مشهدیه، ولی همه بهش میگن بابا طاهر کوهسار. میگن سالهاست تو دل بیابون زندگی میکنه. حتی موبایل نداره، اما بعضیا پیداش میکنن. فقط اونایی که باید. با تردید گفتم یعنی برم وسط کویر دنبال یه پیرمرد که معلوم نیست وجود داره یا نه؟ سحر به وضوح ترسیده بود، ولی با صدای محکمی گفت آره، چون اگه نری از بین میری. اون شب تو خونه سحر خوابیدم، ولی نخوابیدم. هر وقت پلک میزدم صدای زمزمه ای از گوشه دیوار میشنیدم. توی خواب و بیداری یه تصویر تکراری تو ذهنم نقش میبست. یه مرد با عبا نشسته روی خاک، دستش بلند شده به سمت آسمون و پشت سرش یه آینه شکسته وسط کویر. صبح تصمیممو گرفتم. من نمیذارم خودمم مثل الهه از بین برم. حاضرم برم هر جا، با هر کسی حرف بزنم، فقط یه چیزی بهم بگه هنوز راه برگشتی هست یا نه. شاید اون پیرمرد تنها چیزی باشه که بین من و جنوب فاصله گذاشته. با خودم گفتم باشه، پیرمرد رو پیدا کنم. شاید تنها راه نجاتم همینه. هرچند که همه میگفتن اینا داستانه، یه چیزی شبیه افسانه، اما وقتی حال روحیم خوب نبود دیگه نمیتونستم صبر کنم. یه روز پا شدم رفتم وسط کویر. خورشید منو میسوزوند و زمین داغ بود، ولی من به چیزی جز پیدا کردن بابا طاهر فکر نمی کردم. روزها راه رفتم. از تشنگی و خستگی نذاشتم دست بکشم، تا اینکه بالاخره پیداش کردم. پیرمردی با عبا و چهره‌ای پرچین و چروک. چشمهاش مثل یک دنیای دیگه می درخشید. با لرزش صدا ازش خواستم کمکم کنه. گفتم من دارم از دست این سایه ها و صدای لعنتی دیوونه میشم. نمیخوام بمیرم. نمیخوام برم تو اون دنیای تاریک. بابا طاهر بهم گفت که اون مشکلاتی که دارم فقط چیزای ساده نیستن، بلکه یه موجود فرازمینی تو زندگی من افتاده. سایه هایی که از ترس و درد من تغذیه میکنن. حس میکردم دارم از ناامیدی خفه میشم. با گریه و التماس ازش خواستم نذاره منم مثل اونا دیوونه بشم. اون گفت که راه هست، ولی سخت و دردناکه. باید ترسمو کنار بذارم و قوی باشم. پاهام به زمین چسبیده بود. نشسته بودم روبروی بابا طاهر و اون داشت یه دعایی زیر لب میخوند. هوا خشک و سرده. صدای خشخش لباسش توی سکوت کویر بلند بود. چشمام باز بود، ولی انگار به جای من به یه چیز دیگه نگاه میکرد. دستاش رو به هم فشرد و دعاش رو با تمرکز میخوند. هر کلمه که از لباش بیرون میومد انگار توی دل من اثر میذاشت. بعد از یه مدت آروم گفت که باید 4 شبانه روز باهاش توی کویر بمونم، بدون اینکه هیچ حرفی بزنم یا با دنیای بیرون ارتباط داشته باشم. حتی موبایلم رو هم نباید روشن کنم. فقط باید گوش بدم به دعاش و به سکوت کویر. اولش خیلی ترسیدم، اما اون بهم گفت که این مدت باید کاملا از هر چیز آلوده‌ای دور باشم تا بتونم از دام موجودات نحس که منو گرفته بودن خلاص بشم. گفت این موجودات سایه هایی هستن که از جو میان و دور و بر من رو پر کردن. دلنگران و ناامید شده بودم، اما وقتی آستینم رو گرفت و گفت نترس، من اینجام که کمکت کنم، یه نفس عمیق کشیدم. بهش التماس کردم که کمکم کنه، چون دیگه نمیخواستم دیوونشم. نمیخواستم مثل الهه بشم که همه چیز رو از دست داد. نشستم کنار بابا طاهر. پر از ترس و امید بودم. میدونستم این راه سختیه، ولی شاید تنها راه نجاتم بود. باید این 4 روز رو میگذروندم توی این کویر خشک و ساکت با دعای بابا طاهر که تنها چیزی بود که میتونست منو از این کابوس بیرون بکشه. روزها از شدت گرمای سوزان کویر پوست تنم میسوخت و شبها سرمای خشک و گزنده تا مغز استخونم نفوذ میکرد. هیچ صدای جز بادهای سوزناک و سکوت عمیق کویر نبود. من و بابا طاهر وسط بیابون بودیم، جایی که هیچ چیز جز آسمون بی انتها و شلهای داغ پیدا نمیشد. پاهام به زمین چسبیده بود و روی تکه حسیری نشسته بودم، روبروی پیرمردی که لبهاش به آرومی حرکت میکرد و دعاهای کهن و مرموزی رو زیر لب زمزمه میکرد.
نگاهش پر از قدرت و آرامش بود. انگار خودش هم نه از این دنیا بود و نه از اون دنیا. بابا طاهر گفت باید این 4 روز رو کنار هم بمونیم. چون چیزی که به من چسبیده بود فقط توهم یا بیماری نبود. این موجودات سایه‌وار بودن که در پس پرده زندگیم لونه کرده بودن. اونا مثل موجودات تاریک و خفه‌ای بودن که میخواستن روحم رو تسخیر کنن. روحی که حالا براشون مثل یک جایزه ارزشمند بود. هر لحظه این سایه ها نزدیکتر می شدن. سعی می کردن منو با صدای زمزمه ها و حرکات عجیبشون بترسونن. اما بابا طاهر با دعاهاش خط مرز کشید و به من گفت نذارم این سایه ها وارد وجودم شن. من اما هر بار که پلک می زدم حس می کردم انگار چیزی از درونم در حال جدا شدنه. سنگینی ناخوانده‌ای که سالها در بدنم لونه کرده بود کم کم داره از وجودم می پره. هر چند نفس کشیدن سخت شده بود و دلم میخواست فریاد بزنم، اما نمیتونستم. بابا طاهر به من گفت که باید طاقت بیارم، چون این مرحله اول پاکسازی بود و هنوز راه طولانی در پیش داریم. شبها که هوا سرد و تاریک میشد، سایه ها بیشتر میومدن و با صدای خشخش حرکات عجیب و زمزمه هاشون سعی میکردن منو به عقب برگردونن. اما بابا طاهر با صدای بلند دعا میخوند و انرژی نامرئی در فضا پخش میشد که اونها رو عقب میروند. چند بار سایه ها نزدیکتر اومدن و حتی یکیشون به شکل یک موجود سیاه و بی جزئیات در برابرم ظاهر شد. اما من دیگه اون دختری نبودم که تو اتاق بیمارستان اونقدر ترسیده بود که نتونه تکون بخوره. اینجا وسط کویر احساس میکردم دارم زنده میشم. اگرچه خسته و ضعیف بودم، اما هنوز امیدوار بودم. وقتی روز 4 رسید، بابا طاهر به آرومی دستم رو گرفت و گفت روناک، این مرحله اول پاکسازی بود. هنوز کامل نشدی، اما راه تو پیدا کردی. از این به بعد باید خیلی مراقب باشی، چون این موجودات هنوز دست از سر تو بر نداشتن. اگر قوی باشی و به نفس خودت ایمان داشته باشی، میتونی اونا رو کنار بزنی. اون لحظه اشک از چشمم سرازیر شد. اشکی از تمام ترس‌ها، ناامیدی‌ها و حس بی‌پناهی که تو دلم بود. اشکی که همزمان نشون از شروع تازه‌ای داشت. شروعی که به من میگفت هنوز یک راه نجات وجود داره. بابا طاهرم کنارم آروم نشست و سکوت کردیم. هیچ کلامی لازم نبود. هر دو میدونستیم که جنگ سختی در پیشه. اما من دیگه تنها نبودم. چیزی در درونم شکسته بود و چیزی قوی‌تر جون گرفته بود. من دیگه اون روناک قبلی نبودم. دیگه هیچ وقت نرفتم بیمارستان. دیگه دلم نمیخواست اون روزای تلخ و کابوسوار رو دوباره تجربه کنم. همون روزا که روی تخت فقط زل زده بودم به سقف و مغزم پر از صداهای عجیب و وحشتناک بود. انگار شده بودن یه خواب بد و کمرنگ که آروم آروم داره محو میشه. تصمیم گرفتم زندگیمو یه جور دیگه بگذرونم. دیگه نمیخواستم طبابت کنم. دیگه نمیخواستم با دارو و این حرفا خودمو گول بزنم. فهمیده بودم بعضی دردها فقط با حال خوب و دلخوشیای کوچیک خوب میشن. حالا چند سال گذشته از اون روزا و خدا رو شکر دیگه اون توهمات و کابوسا خیلی کم شده. انگار یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شده. الان توی خونه کوچیک و ساده زندگی میکنم. بیشتر وقتم با کارهای ساده مثل گل و گیاه و قدم زدن تو خیابونا میگذرونم. همچین چیزای کوچیک شده همه دنیا. اما الهه هنوز تو بیمارستان بستریه و هر بار که صدای ضعیف و گرفتشو میشنوم دلم میگیره. دلم میخواد بتونم کاری کنم که اونم یه روز بتونه مثل من نفس راحت بکشه و از اون همه درد خلاص شه. ولی بابا طاهر گفت نمیشه. با همه اینا یاد گرفتم که امید داشتن خیلی چیز مهمیه. حتی وقتی اوضاع به نظر خراب و تاریکه. من دیگه از اون بیمارستان و از اون روزای سخت رد شدم. ولی برای الهه هنوز دعا میکنم که یه روز بتونه نور زندگی رو ببینه و دوباره زندگیشو شروع کنه. دفترشو پیش خودم نگه داشتم که وقتی حالش خوب شد بدم بهش. نمیدونم باورش سخته این که یه نفر چیزایی رو ببینه که کسی نتونه ببینتشون. ولی حقیقت از چیزای عمیقی به وجود میاد که درک کردنشون برای عموم مردم ناممکنه. سپاسگزارم از اینکه تا پایان این ویدیو و داستان هم همراه هم بودید. باور کردن این داستان با شما مخاطبای عزیزه. ممنون میشم اگر چنل رمانمون داستانهای شبانگاهی رو هم سابسکرایب کنید و ویدیوهاش رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا درودی دیگر، بدرود.